آیا تا به حال نام نیک وایچیچ به گوشتون خورده؟ این فرد تاکنون در بیش از 60 کشور دنیا برای بیش از 400 میلیون نفر سخنرانی کرده. فیلم‌ها و فایل‌های صوتی نیک وایچیچ زندگی بیش از 1 میلیارد نفر آدم رو در کل دنیا متحول کرده و تغییر داده. بد نیست بدونید نیک در ایران سخنرانی‌های انجام داده. او که بدون دست و پا به دنیا اومده، نه تنها فوتبال بازی کرده و شنا میکنه، بلکه یک نویسنده حرفه‌ای، یک راننده، آشپز و مربی پرش از هواپیما هم هست. در این برنامه با ما همراه باشید تا با نیک وایچیچ، فردی که بدون دست و پا زندگی میلیون ها نفر رو نجات داد، آشنا بشید. قبل از هر چیز اگر تازه به کانال ما پیوستید، حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما جا نمونید. در سال 1982 در استرالیا نوزادی متولد شد که از نعمت دست و پا محروم بود. پدر و مادر مهربونش نام اون رو نیک گذاشتن و 4 نفر شدن خانواده‌شون رو جشن گرفتن. در کودکی نیک فهمید که با دیگر کودکان هیچ شباهتی نداره. نیک دست نداشت، پا نداشت، دلیلی برای خوشحالی کردن هم نداشت. بچه‌های مدرسه هر روز اونو مسخره میکردن و روز به روز به ناراحتیش اضافه میشد. همین موضوع باعث شد که نیک به افسردگی مبتلا بشه. 2 بار تصمیم به خودکشی گرفته ولی تو این کار موفق نشد. بار سوم که تصمیم گرفت به زندگیش پایان بده، به این فکر کرد که پدر و مادر و برادرش از نبودش به چه اندازه ناراحت میشن و بعد از تصمیمش منصرف شد. مادر و پدر نیک دائما بهش عشق می‌ورزیدن و بهش میگفتن که زیبا، جذاب و دوست داشتنیه و از داشتن اون بسیار خوشحالن. اونا به فرزندشون شهامت زندگی کردن میدادن. مادر نیک بهش یاد داد که از زایده کوچکی که به جای پا در بدنش وجود داشت استفاده کنه. اینطور بود که نیک فهمید میتونه موانع زندگیش رو به موقعیت‌های قابل استفاده تبدیل کنه. نیک پیشرفت کرد و روز به روز بیشتر رشد کرد. با همین محدودیت‌ها در سن 21 سالگی 2 مدرک لیسانس در رشته‌های حسابداری و برنامه‌ریزی مالی گرفت. با اینکه نیک محدودیت داره، اما هرگز خودش رو ناتوان ندیده. اون شنا، موج سواری و گلف بازی میکنه و عاشق هیجانه. شرایط استثنایی نیک میتونست برای اون نقطه ضعف بزرگی باشه، اما اون دقیقاً همین نقاط ضعف رو به فرصت تبدیل کرد. نیک با استفاده از شرایط خاصش از خودش شخصیتی ساخت که به هیچ عنوان از ذهن مردم پاک نمیشه. جالبه که بگم که اون در کمد خودش یک جفت کفش ورزشی داره، چون به بهبود خودش امیدواره. اون میگه اگر معجزه تو زندگی من رخ نده، خودم معجزه‌ای برای زندگی فرد دیگه ای میشم و بهش کمک میکنم. نیک پر از روحیه و اعتماد به نفسه. امکان نداره سخنرانیش رو بشنوید و با شنیدن صحبتاش متحول نشید. نیک چند تا کتاب نوشته که از بین اونا میشه به زندگی بدون محدودیت و توقف ناپذیر باش اشاره کرد. سازمانی به نام زندگی بدون حد و مرز داره و اونو مدیریت میکنه. در سال 2012 نیک با دختری به نام کانا میاهارا ازدواج میکنه و الان صاحب 2 پسر و 2 دختر زیبا و سالمه. همسر نیک درباره آشنایی با نیک میگه به محض دیدن نیک به این نتیجه رسیدم که نیک همون مرد رؤیاهای منه. هر آنچه از مرد زندگی میخواستم در وجود نیک به خوبی دیدم و عاشقش شدم. حالا دوست دارید بدونید نیک چگونه از کانا میاهارا خواستگاری کرد؟ نیک حلقه نامزدی رو در دهانش گذاشته بود و از کانایی خواست که دستش رو ببوسه. به هنگامی که سرش رو به طرف دست کانایی برد، حلقه ازدواج رو در انگشتش کرد. در مقدمه کتاب زندگی بدون حد و مرز نیک اینطور نوشته: من ایمان دارم که زندگیم حد و مرزی نداره. دلم میخواد تو هم صرف نظر از دشواری‌های زندگی چنین احساسی داشته باشی. ما هم سفریم. در آغاز سفرمون لطفاً قدری درنگ کن درباره تمامی محدودیت‌هایی که فکر می‌کنی به زندگی خودت تحمیل کردی یا به دیگران اجازه دادید که به زندگی تو تحمیل کنند. حالا به این فکر کن که رهایی از این محدودیت‌ها چه حس و حالی داره.
زندگی تو چطور میشد اگر همه چیز برات ممکن بود؟ نیک در مورد باورهایی که باعث موفقیت شدن اینطور میگه: یا میتونیم به خاطر نداشته هامون عصبانی باشیم یا اینکه شکرگزار داشته هامون باشیم. تصمیم و انتخاب بین این دو اولین موضوعی بود که باید از اون سربلند میرون میومدم. زمانی که حس میکنیم امید در درونمون وجود نداره، شروع به از دست دادن تمایل به زندگی میکنیم. امید چیزی نیست که تو لحظه تولد یا به صورت موروثی به ما داده بشه. برعکس، ما با درد و رنج به دنیا میاییم و تو شرایط سختی به زندگی ادامه میدیم. امید داشتن یا نداشتن فقط به خودمون برمیگرده. دنیای ما به امید و عشق نیاز داره. بدون این دو دلیلی برای وجود داشتن نخواهیم داشت. اولین و بزرگترین تصمیمی که باید در شرایط سخت بگیرید اینه که هرگز تسلیم نشید. شما بزرگترین عامل یأس خودتون هستید. کلمات شما بسیار قدرتمندند. ذهن شما با دروغ‌هایی که میشنوید رشد میکنند. حتی بدترین بخشای زندگی هم میتونن تغییر کنن و بهتر بشن. من بدون دست و پا به دنیا اومدم، اما هرگز تو حصار شرایط خودم نموندم. اگر تسلیم بشید هیچ وقت به رویای خودتون دست پیدا نمی کنید. خودتون رو بشناسید، دلیل وجودیت خودتون رو پیدا کنید و هدفتون رو در زندگی مشخص کنید. من با پاسخ دادن به این سوالات از پس سختی‌های زندگی بر اومدم. انتخابای تو نه تنها آینده تو رو میسازه، بلکه تو آینده دیگران و حتی تو آینده دنیا هم تأثیر میذاره. من به خدا ایمان دارم که میتونه معجزه کنه. زمانی که معجزه‌ای برای شما رخ نمیده، میتونید برای شخص دیگه‌ای نقش معجزه رو ایفا کنید. تو زندگی مانعی وجود نداره. زندگی بدون محدودیته. بدونید که شما همونطور که هستید زیبایید. بدونید که کسی مثل شما نیست. بدونید که شما یک بازنده نیستید. اکثر افراد نمیخوان تاس رو بندازن، فقط برای این که شاید بد بیارن. گرچه بهتر کاری رو امتحان کنید و شکست بخورید تا اینکه اصلا دست به اون کار نزنید. تا به حال ندیدم انسانی شکرگزاری کنه و بدبخت باشه و برعکس ندیدم انسانی که شکرگزاری نکنه و بدبخت نباشه. شکست تنها برای کسایی اتفاق میفته که حاضر نیستن دوباره امتحان کنند. اگر زنده اید و فردایی دارید، مطمئن باشید که هنوز به تمام پتانسیل‌های هفته‌تون دست پیدا نکردید. همیشه چیزی برای یادگیری وجود داره. به دیگران محبت کنید، خودتون رو دوست داشته باشید، آرزوهای بزرگ داشته باشید و هیچ وقت تسلیم نشید. شما ممکنه دست و پا داشته باشید، اما اگر قلبتون شکسته باشه یا به خاطر ترس فلج شده باشید، از زندگی خودتون چقدر بهره میبرید. معلولیت که فقط تو جسم نیست، بلکه تو مشکلات روانی هم هست. انسان بدون امید و انگیزه و هدف از درون میمیره. چقدر این صحبت‌های نیک برای خودم لذت بخشه. اما دوستان، بسیاری از ما از لحاظ جسمانی کاملتر از نیک هستیم، ولی از لحاظ روحیه و توانمندی کسب موفقیت از نیک بسیار عقب‌تریم. با تمام مشکلاتی که از بد به تولدش داشته، تا حالا تونسته به میلیون‌ها انسان کمک کنه. خب چرا ما نباید بتونیم در ابتدا به خودمون و بعد به دیگران کمک کنیم و الگویی برای اونا باشیم؟ فکر می‌کنید چه عاملی باعث شده که ما از این توانمندی خودمون تا به حال استفاده نکردیم؟ برای برطرف کردن موانع این مشکل چه راه حل‌هایی دارید؟ میتونید نظرات خودتون رو در کامنت ها برامون بنویسید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. یادتون باشه که اگر نیک میتونه فرد موفق و مثبت اندیشی باشه، پس ما هم میتونیم. موفق باشید.